روزی حضرت سیدنا سلیمان علیه السلام که تمامی زبان تمام حیوانات رو میدونست، حیوانات رو جمع کرده بود. یک صفی از پرندگان بودند، در میان این صف هدهد رو ندید. فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین. هدهد کجاست؟ چرا گم شده؟ چرا نیست؟ ببینید دوستان، هدهد قرار بود با سلیمان نبی ملاقات داشته باشه، با یک فرد معمولی قرار ملاقات نداشت. قرار بود با سلیمان نبی، با فرستاده خدا ملاقات بکنه. سلیمان منتظره، اما هدهد غایبه. کجاست؟ هدهد از سمت یمن به سوی فلسطین در حال پرواز بود. در همین مسیر که داشت پرواز میکرد و پر میزد، واقعه عجیبی رو بر نزد سلیمان تعریف کرد. سلیمان پرسید کجا بودی؟ گفت که غیبت من بی جهت نیست ای سلیمان، انی احط بما لم تحط به و جئتک من سبأ بنبأ یقین. ای سلیمان، من برای تو اخبار تازه‌ای رو آوردم. چه خبرایی؟ چی هست؟ انی وجدت امرأة تملکهم. من پادشاهی رو دیدم، یعنی در کنار پادشاهی تو سلیمان یک شخص دیگری هم هست که داره حکمرانی میکنه. تازه اون یک زن هست. انی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم. ای سلیمان، اون تخت بسیار بزرگی داشت. اما سلیمان، جالب اینجاست، وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله. اینها رو من دیدم به سوی معبود تو سجده نمی کردند. اینها خورشید رو می پرستیدند، خورشید پرست بودند. ببینید سروران عزیز، یک هدهد اومد و این داستانها رو تحمل نکرد که انسانهایی باشند به سوی غیر خدا سجده بکنند. اومد گزارش کاری رو به سلیمان علیه السلام داد. وقتی سخن از تخت پادشاهی بلقیس کرد، اونجا هم جلوتر میگه الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. الله معبودی است که به جز او معبودی لایق پرستش نیست. صاحب عرش عظیم الله است و بس. این آیه سروران عزیز یکی از آیات سجده قرآن عظیم الشأن هست. چرا؟ فلسفه سجده چیه؟ فلسفه سجده اینه که ای مسلمان، ای انسان، ای بشر، وقتی میری به سجده به یاد غیرت اون هدهد بیفت. هدهد یه پرنده بود، تحمل نکرد بندگان الله به سوی غیر الله سجده بکنند. امروز چطور ما تحمل میکنیم این همه کفر، شرک، فساد، گناه، تباهی، معصیت، نافرمانی الله، شکستن احکامات الله، پایمال کردن سنت های رسول الله صلی الله علیه